که وطن پرست باشد، مردم خدا دوست داشته باشد، خواهی نخواهی هر جا که بروند بیاین باز هم اینمیجا وطنشان است، جایشان است و به خاطر از اون میتبه. بازار سیاه و صابر هم یک از اون وطن پرست است که در منجلاب زندگی اگر گیر ماند و گاهی بیرون رفت آمد، لیکن امروز عاشقانه به وطن خود است و خوشا به حالش که رهبر دارد به نام ماملی رحمان که این شاعرها و هنرمندان سخت دستگیری میکنه، سخت در آغوش میگیرد و همیشه از اینا به نیکویی کرده در وجود ما، در نشست‌ها، در همه جا که سر هنرمند خود، شاعر خود ولو که هر کی باشه هیچ در اندیشش این نمیگذارد در کدام گروه سیاسی بود یا هست، لیکن به نام شخصیت شاعر تاجیکستان افتخار میکنند، چنانکه ما هم تاجیکان بیرون‌مرزی به نامشان افتخار میکنیم، به نام بازار صابر و تمام شاعرای تاجیکستان، ایران، افغانستان.